عزیز این ویدیو رو گفتیم بگیریم براتون بذاریم که در مورد این خودرو اطلاعاتی داشته باشین. این خودروها نوع کالیبراسیون ایسی‌هاشون با هم دیگه فرق داره، یعنی طی این سالهایی که تولید شده، مثلا توی این 2 سال یا 3 سالی که داره تولید میشه، هر سال کالیبراسیونش با هم دیگه فرق داره. خب این خودرو در حدود فکر کنم 2000 تا یا 20000 تا کار بودش. کالیبراسیونش از این کالیبراسیون‌های جدیده که تو خود کارخونه ضعیف کالیبراسیون شده که توانش رو داینو وقتی ران میگیرین این مدل ماشینا یه چی در حدود بین مثلا 105 اسب بخور تا 115 اسب بخور به شما به حالت فابریکی توان میده. در نتیجه بعد اینکه مپ میکنید هولوش 20 اسب 25 اسب میاد بالا بدون اینکه حالا ماشین ناک بزنه و مصرفش هم خیلی کم میشه، چون همونجوری که شما الان توی این گراف مشاهده میکنید، گراف آبی رنگ گراف اولشه که 104 اسب بخار بوده با 168 نیوتن متر که بعد از اینکه تنظیم کردیم 141 نیوتن متر داریم و 141 اسب بخار بعد 205